تقيا سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من محمد الهی ام، مخلص شما. آقای محمد بزرگوار، بفرمایید برادر گرامی. خوبید الحمدلله. چه عجب سعادت پیدا کردیم بالاخره. سلامت باشید. آقای انصاری، شرکی بالاتر از این وجود داره؟ الله المستعان. الله المستعان. شرکی بالاتر از این هم مگه میشه؟ بله. اما صدای شما رو من ضعیف میشنوم. بله بفرمایید، من صدا شما رو خوب داریم، بفرمایید. میگم یه چیزی، حالا میخوام، من که کلیپ رو ندیدم چون من تازه اومدم، حالا شما خودتون یه توضیح دادید من متوجه شدم. بله. راجع به این قضیه که گفتید علی ابن ابی طالب، خب به هر حال شرک بالاتر که نیست. میخواستم یه چیزی به جواب اون برادر عزیزم که از مشهد تماس گرفته بود، من همون موقع رسیدم زدم. بفرمایید. برادر عزیزم چرا گیج بشید؟ الهی من دورت بگردم برادر مسلمان، من به قرآن رجوع کن. بله. به قرآن رجوع کن، گیجم نمیشی. ببین خداوند سبحان الله در قرآن چه دستور داد. خداوند هیچ وقت من و امثال شما رو با حدیث و روایت محاکمه نمیکنه، با کتاب قرآن محاکمه میکنه. هر امتی با کتابش وارد محشر میشه. درست. به قرآن وقتی رجوع کنی برادر عزیزم، قربون اون لهجت برم، اون صدای قشنگه، به قرآن رجوع کن، اصلا گیج نمیشی. بعد ببین کی راست میگه کی دروغ میگه. درست. وقتی به قرآن رجوع کنی دیگه مشکلی پیش نمیاد. این یکی. آقای انصاری، خداوند شما رو حفظ کنه انشالله. خداوند بانی این شبکه ها رو هم حفظ کنه انشالله. در آخرت پاداش بزرگی عطا کنه به همه عزیزان. بانی این شبکه، اتاق فرمان، همه دستن در کاران. أعطيتني قلبا صغيرا